سلام. تو این ویدیو قصد دارم به صورت خلاصه روند اجرای مدل یولو رو توضیح بدم. در ابتدا به توضیح پیش نیازهای اجرای مدل یولو میپردازم. اول از همه چیزی که شما نیاز دارید نصب پایتونه. پایتون نسخه‌های متنوعی داره. در حال حاضر فکر می‌کنم 3.13ش بعد اومده باشه، بله. ولی برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی با توجه به سازگاریش با یک سری کتابخونه‌ها معمولا نسخه 3.9 3.10 یا نهایتا 3.11 پیشنهاد میشه. من خودم با اجرای مدل‌های متنوعی که امتحان کردم 3.10 روی هیچ کدوم ناسازگاری با کتابخونه‌های متنوع خود مدل‌های هوش مصنوعی نداشت، به خاطر همین این نسخه رو پیشنهاد میدم که میتونید داخل این صفحه اگه حالا 64 بیت ویندوزی دارید این نسخه رو دانلود کنید و نصب کنید. فقط نکته‌ای که داره موقع نصبش به این تیک اد پایتون اون ورژن ها رو خودتون توی پس انوایرمنت دقت کنید که این تیک رو زده باشید که موقع اجرا پایتون رو بتونه شناسایی بکنه و مشکلی براتون پیش نیاد. بعد از اینکه پایتون رو نصب کردید نوبت به بروز رسانی خود پیپ میشه که پکیج منیجر پایتونه. میتونید اینو آپگرید کنید، میتونید هم نکنید، ولی بهتره که این کار رو انجام بدید هم اول، که به این صورتی که بعد این خط کد رو داخل CMD وارد بکنید که خود پیپ به صورت اتومات براتون بروز رسانی بشه. بعد از این مرحله نوبت به نصب کتابخونه آلترالیتیکس میرسه که فقط شما کافیه این دستور پیپ اینستال آلترالیتیکس رو داخل CMD وارد بکنید که خودش به صورت اتومات خود این کتابخونه با یک سری پکیج های مورد نیاز خودش میاد نصب میکنه. که حالا من یک جدولی رو آماده کردم اینجا که نشون میده چه چیزهایی نصب میشه و چه چیزهایی اگه حالا شما کارت گرافیک داشته باشید مورد نیازتونه. به صورت پیش‌فرض میره پایتورچی که متناسب با نسخه پایتون شما هستش و سازگاره رو میره نصب میکنه. موقعی که پیپ اینستال انگار آلترالیتیکس رو شما میزنید و یک سری پکیج های دیگه هم مثلا متپلاتلی و غیره رو میاد اونا رو هم نصب میکنه. منتها اگه شما قصد داشته باشید که روی کارت گرافیکتون مدل یولو رو اجرا بکنید که حالا جلوتر نشون میدم که چجوری این اتفاق میفته، بعد به دو تا نکته دقت کنید. یکی این که آیا کارت گرافیک شما AMD یا NVIDIA، که در صورتی که AMD باشه شما نمیتونید دیگه رو کارت گرافیکتون اجرا کنید چون کودا روش نصب نمیشه. دوم این که اگه NVIDIA بود برید چک کنید که آیا کارت گرافیک شما سازگار هست با نسخه های کودا یا نه. که مثلا برای من RTX 2060 اینجا من خودم تونستم کارت گرافیکم پیدا کنم که پشتیبانی میکنه کودا ازش. بعد از این مرحله کودا رو که تولکیتش رو نصب کردید یه ابزار دیگه هم هست کنارش باید نصب بکنید، CUDNN، که این کار انگار سرعت بخشیدن به خود اجرای مدل‌های هوش مصنوعی رو داخل کارت گرافیک میده که این رو هم داخل سایت خودشون گذاشتن، این رو میتونید از اینجا بگیرید و نصب بکنید. مورد بعدی این که دقت بکنید که درایور کارت گرافیکتون هم حتما نصب باشه که بتونید بدون مشکل روی کارت گرافیکتون اجرا بکنید. بعد از این مرحله نوبت به نصب یک ابزاری میرسه که بتونه این امکان رو به ما بده که ما لیبل روی عکس هامون بزنیم، که خب من لیبل استودیو رو انتخاب کردم. نرم افزار متفاوتی دیگه هم هست ولی خب اونجوری که من دیدم معمولا برای یولو از خود لیبل استودیو استفاده کردم و جای مختلف هم آموزشش زیاده که اگه حالا به خطا یا مشکلی بخورید راحت تر میتونید حلش بکنید، ولی ابزارهای دیگه رایگانی هم هست. نصب این خیلی ساده است، مثل کتابخونه های عادی نصب میشه. شما این دستور رو مجددا توی CMD وارد میکنید و لیبل استودیو رو به راحتی نصب میکنید. بعد از اینکه نصبش تموم شد شما کافیه که CMD رو باز کنید و دقیقا معادل همین دستور رو اونجا تایپ کنید تا خود لیبل استودیو توی لوکال هاستتون با پورت 8080 باز بشه. حالا من اینجا براتون این رو میارم. این دستور هم دستوریه که پیشنهاد بروزرسانی خود لیبل استودیو رو داده که این دستور رو شما اگه وارد کنید خودش بروزرسانی میشه. خب به صورت اتومات وارد این صفحه میشه. منتها من چون لاگین کردم مستقیم وارد داشبورد شد. احتمالاً با صفحه لاگین مواجه بشین ولی خب موردی نداره. شما یه ایمیل و پسورد وارد کنید میتونید وارد این صفحه بشید. توی مرحله اول شما احتمالاً داشبوردتون خالیه. باید اول کرییت رو بزنید، یه پروژه اسم گذاری بکنید، مثلا آزمایشی. بعد از اون نوبت به آپلود عکس هاتون میرسه.
حالا من یک نمونه مثلا از عکسای خودم رو اینجا قرار میدم. بعد از اون مرحله نوبت به ستاپ کردن اون ابزاری میرسه که میخوایم، یا اون سبکی میرسه که میخواین لیبل زنیتون رو انجام بدید. غالبا حالا اونجوری که من دیدم همین آبجکت دیتکشن باوندینگ باکسش استفاده شده. حالا ممکنه تو موردهای خاصی مثلا مثل گلبولهای سفید خون یا موارد پزشکی که خیلی حساس ترن، نوع لیبل زنیتون به این دو تا سبک هم برسه که خب یه مقدار دقت بهتری دارن و به اصطلاح برای مواردی که کاربرد حساس تری دارن شاید اینها بیشتر کاربرد داشته باشه، ولی شما با همین هم میتونید کارتون رو راه بندازید. توی پنلی که بهتون داده میشه میتونید اینجا به راحتی لیبل های جدیدتون رو حالا تعریف بکنید و ازشون استفاده بکنید توی مرحله بعد. خب این قسمت لیبل های پیش‌فرض خودش رو پاک کردم. لیبل هایی رو که خودم میخوام روی عکس هام بزنم رو تعریف میکنم، مثلا گود و بد. اینجا میتونید رنگش رو انتخاب بکنید که حالا واضح تر دیده بشه و تفکیکشون از هم شاید راحت تر بتونه باشه براتون. خب بعد از این مرحله سیو رو میزنید، وارد این پنل میشید که میتونید دیگه لیبل زنیتون رو شروع کنید. یه مقدار زوم میکنم روی عکس. یکی از لیبل هایی رو که میخواید بزنید رو انتخاب میکنید و سعی میکنید با دقت خیلی زیادی روی دقیقاً هدف یا آبجکت مورد نظرتون لیبل زنی رو انجام بدید. سعی کنید این مرحله با دقت بیشتری انجام بدید که از اومدن به اصطلاح جزئیات بی اهمیت توی تصویرتون جلوگیری بکنید که اینا توی لرنینگ خود مدل تاثیر زیادی میذاره. هرچی شما دقیق‌تر اینجا کار بکنید به نفع خودتونه. یکی از لیبل ها رو که انتخاب کردیم میایم روی عکس انتخاب میکنیم، دقیقاً سعی میکنیم تا مرز خود آبجکت داخل این باوندینگ باکس همون قرار بگیره و بیشتر از اون هم دیگه بزرگتر از اون خود آبجکت هم نیاز نیست جزئیات دیگه رو وارد بکنید. بعد از این مرحله حالا من یک مورد دیگر هم لیبل بزنم اینجا. البته اینم بگم که اگه احیانا خواستید مثلا رنگش هم عوض کنید، یعنی لیبلش عوض بشه، اونی که انتخاب کردین، اینجا فقط کافیه که یک لیبل دیگر رو انتخاب کنید، اینجا خودش عوض میشه، نیاز نیست اینو پاک کنید که بعد دوباره لیبل بزنید. پاک کردنش هم با دیلیت یا این سطر آشغالی که اینجا براتون گذاشته امکان پذیره. بعد از این مرحله که شما لیبل هاتون رو زدید، حالا اگه تعداد عکساتون زیاد باشه اینجا لیست میشه و در نهایت گزینه سابمیت رو میزنید و اینجا براتون سیو میکنه. بعد از این مرحله یک گام برمیگردیم عقب که گزینه اکسپورت رو برامون بیاره. روی اکسپورت کلیک میکنیم، مدل یولو رو انتخاب میکنیم که خروجیش متناسب با خود اون فایل یملی باشه که میخواد مدل یولو رو اجرا بکنه و بتونه راحت شناساییش بکنه. گزینه اکسپورت رو میزنیم، یک فایل زیپ فکر میکنم، بله یک فایل زیپ خروجی میده که شامل ایمیج، لیبل و کلاس هامون میشه. توی ایمیج ها رو میریزه، توی لیبل های همون ایمیج ها رو قرار میده که به این صورته که خود لیبلی که ما وارد کردیم اول قرار میگیره، X و Y قرار میگیره و بعدش ویت و هایت، یعنی عرض و طول مختصات اول و بعدش هم عرض و طول اون باوندینگ باکسی که ما کشیدیم که اینها رو مدل بتونه از توی تصویر بزرگ برش بزنه و لرنینگش رو شروع بکنه. بعد از این مرحله شما خروجی اینها رو بعد بریزید داخل پروژهتون که اون قسمتیه که دیتا ستتون رو انگار تعریف کردید. خب این قسمت وارد کد میشیم. منتها قبل از توضیح کد یه توضیح در رابطه با محل قراردهی خود دیتا ست هم بدم خدمتتون. اون عکس هایی که اونجا اکسپورت گرفتیم رو توی یک پوشه به اسم حالا دیتا ست یا حالا هر عنوان دیگه که دوست داشتید قرار میدید و یه پوشه به اسم ترین ایجاد میکنید. اینجا داخل اینها میریزید ایمیج هاتون داخل ایمیجز، لیبل هاتون هم داخل لیبلز که اونجا خودش فولدرها رو ایجاد کرده، فقط کافی که داخل یک پوشه به اسم ترین شما اینو قرار بدید. این labels.cache هم بعد از اجرای مدل یولو ایجاد شده و ربطی به خود دیتا ست نداره. بعد از اون شما نیاز دارید که فایل data.yam رو ستاپ بکنید که یولوتون موقع اجرا شدن بدون دیتا ستتون کجا قرار گرفته. آدرس محل قرارگیری خود دیتا ست ترین، ولیدیشن حالا اگه ولیدیشن خواستین اجرا کنین و اینکه بهش میگین چند تا کلاس دارین و اسمشون چیان. بعد از اینکه این فایل رو آماده کردید میره سراغ خود کد یولو.
غالبا کد یولو تو همین مرحله خلاصه میشه، ولی خب گاهن برای ولیدیشن و تست هم ادامه میدن که حالا در ادامه خود این فایل قرار گرفته که بهتون توضیح میدم. در ابتدا شما نیاز دارید که خود کتابخونه آلترالیتیکس رو صدا بکنید که بتونید یولو رو ازش ایمپورت بکنید. این قسمت اون مدل خاصی از یولو که مورد نیازتونه رو اینجا صدا میکنید. حالا ممکنه یولوی 8 باشه، 9 باشه، 11 باشه و اینکه باز خود اینها زیر مجموعه هایی دارن. مدل های N داریم، مدل های M داریم و مدل های حتی ساده یا متنوع دیگه هم داریم که حالا بسته به نیازمندی میتونید هم عوض بکنید، ولی آنچنان فرق زیادی هم نمیکنه. با مدل استاندارد N هم میتونید پیش برید. بعد از این مرحله مدل رو صدا میکنید، فانکشن ترین رو صدا میکنید و بر اساس مقادیر از پیش تعریف شده شما مقدارهای خودتون رو بهشون پاس میدین تا ستاپ اولیه انجام بشه و خود مدل اجرا بشه. من حالا اینا رو داخل ریزالت ریختم، پرینت کردم که چاپ بشه، ولی شما میتونید این کارم نکنید چون خروجی خود اجرا رو داخل یک فولدری به اسم ترین میریزه. حالا شما هر چند دفعه که این رو ران کنید یه ترین جدید اینجا ایجاد میکنه کنار خودش و داخل فایل result.csv دقیقا همین لاگ هایی که اینجا گرفته شده رو اونجا هم قرار میده و خب نیازی نیست که شما پرینت هم بگیرید. که حالا من یک نمونهش هم اینجا خدمتتون بیارم داخل این قسمت results.csv که این سرستون ها رو هم گذاشته. حالا با اکسل اگه باز کنید شاید واضح تر باشه که تعداد ایپاک هایی که تعریف کردیم اجرا کرده و حالا دقت ها و نتایج نهایی رو اینجا چاپ کرده. حالا اگه شما بخواید ولیدیشن هم داشته باشید، یک مقدار پایینتر یک کد ولیدیشن هم قرار گرفته. بله، اینجا مدل ول رو صدا میکنید و بر اساس اون آدرسی که برای ولیدیشن دادید میره به اصطلاح توی پوشه ول و ایمیج ها و لیبل ها رو میگیره و ولیدیشن رو هم انجام میده. فقط به این مورد دقت کنید که دیتا ستی که برای ولیدیشن ایجاد میکنید و تست باید عکس هایی رو قرار بدید و لیبل هایی رو آماده کنید که تا به حال توی ترینش ندیده باشه که بتونه به درستی ولیدیشن و تست رو بهتون خروجی بده و بتونید به درستی اون رو بسنجید که درست کار کرده یا نه. و این آدرس رو هم داخل خود دیتا داتی هم دادیم و این خودش میره از اونجا میخونه و ولیدیشن رو انجام میده. برای تست هم اینجا شما اون آدرس رو حالا میتونید تو دیتا داتی هم بذارید، به صورت مستقیم هم میتونید وارد کنید که اینجا فقط من عکس ها رو بهش دادم. یک سری عکس دادم که تا به حال ندیده و تست رو انجام دادم با استفاده از متد پردیکت که به همین خروجی رو اینجا چاپ کرده. و در صورتی که شما نیاز داشتید که به دقت اکورسی یا پرسیژن و ریکال دقیق خود تستتون برسید، میتونید بر اساس لیبل واقعی که خودشون گرفتن و چیزی که پیش بینی کرده که اینجا چاپ کرده براتون، بر اساس کتابخونه سایکیت لرن متریکس یک کدی داره که بهش میگین که لیبل های درست اینه و لیبل های پیش بینی شده اینه هاست و براتون محاسبه میکنه که بر اساس چیزی که پیش بینی کرده چه میزان دقتی توی تستتون داشتید. و یه مورد دیگه، اگه این محیطی که توش داریم کد میزنیم و به صورت سلولی کد اجرا داره میشه و خروجی میده براتون آشنا نیست، این محیط نوتبوک برای پایتون هستش که راههای مختلفی برای نصبش هست. توی VS Code شما فقط به راحتی میتونید یک فایل IPynb ایجاد کنید با این پسوند و خودش براتون یک آلارمی میاره که اگه نیاز دارید اکستنشن های مربوط به این رو براتون نصب کنم که خب اونجا یس میزنید و نصب میکنم، یا اینکه به صورت دستی خودتون اکستنشن ها و مواردی که نیاز داره رو نصب کنید. راه دیگه هم اینه که از آناکوندا استفاده کنید که اونم یک محیط کدزنیه که توی وب براتون همین محیط نوتبوک رو باز میکنه و میتونید به صورت مجزا کدهاتون رو توی یک فایل قرار بدید و به صورت مجزا رانشون کنید و خروجیاشون هم زیر خودشون چاپ میشه. ممنون از صبرتون که تا اینجا ویدیو همراهی کردید. خدا نگهدارتون.